سلام عزیزای دل، خوش آمدین در برنامه جدید از ما امروز برنامه آشپزی دارم. شما ما همراه از ما باشین سعی کنید که ما مایی پختن دیگه این جنب بریز جایش پختک دو ولی ماییش من در درای پختن دیگه بعد از مدت ها خیلی وقت بود که من برنامه نشتم من امروز تازه جدیدم شروع کردم که برنامه بخشش تهیه کنم دیگه انشالله را امیدوارم که خوش باشین همیشه در پناه خداوند باشین همگیشین دیگه خوب و خوش سلامت باشین عزیزا دیگه از خیر خانم ویدیو از من را لایک کن سابسکرایب کن کامنت های قشنگ نوشته کن بخش ما دیگه موفق باشین عزیزای دل. مطبخ کنید بریم شما یه خوب استورک عزیزای من روش پختشته این خطا بجی کنید که نشکن این روز دیگه شم پختشته وای دوستای عزیز از این پیش مایر میوردی داخل فر میشتی فر چندان خوبش نمیه امیر که قد روغن سرخ کنی خیلی خوبش میه خوشمزه این کم زرد میشه دیگه داخل فر که میلیرید کم خوشمزه نمیشه دیگه در دوایی بیزنید دوایی دیگه اینا نمک بزنید باز داخل چیز بلید مایتبه خط پوش چی برید پوش که پخته شده بگید خدی کوری مایی بلید اینش کم خیلی خوبش زرد شده امیدوارم که شما بلیخ جور کنید اینش کم نوشی جان کنید کنش شده بشبور کنید این شم شده دیگه دوستای عزیز جایش خالی هر کس که دوست داشته باشه جایش خالی دیگه دوستای عزیز مهربانا اینیالی هم سرخ شدک دیگه مو اینیالی بچه ها تازه سرکارم ده از مدرسه هم ده اینیالی چیز منی میکشی نان را دیگه موری نوشی جان منی دیگه کاش که شما نزدیک مو بود قرض مو یک جای نوشی جان میکردیم دیگه اینی هم برنجم دم گرفته دیگه اینیال با برنج رم بکشم دیگه شما رو به خدا یک پا میسپارم دیگه لایک سابسکرایب یا چم نره دیگه دوستای عزیز خوب و خوش سلامت باشین دیگه میشرم بکشم اینه
خوب سریع قرمز شده پخته شده.